قبل از اینکه به موضوع عملیات چهارگانه حساب بالای پولینوم ها بپردازیم، خب بهتر است که موضوع مجموع ضرایب پولینوم ها را مورد بحث قرار بدهیم. یک موضوع بسیار کوچک خرد است. معمولا در امتحانات، مخصوصا در افغانستان، در امتحان کانکور معمولا پرسان میشه. یک موضوع بسیار ساده است، جنبه عملی نداره، اما ازش سوال درست شده و ما با سوالش روبرو شدیم. یک موضوع کوچک است رو مورد بحث قرار میدهیم. بعد از اون میریم بالای عملیات چهارگانه بر پولینوم ها. اونا بسیار موضوعات مهم هستند. فقط امروز یک کوچک طریقه حل مجموع ضرایب پولینوم ها را مورد بحث قرار میدیم. خب در قسمت اول مجموع ضرایب پولینوم ها چی است؟ اگر یک پولینوم داشته باشیم که 3x مربع مثبت 2x مثبت 4، چطور میتونیم که ضرایب پیدا کنیم؟ ضرایب در خودش مثلا 3 است، یک ضریب است، 2 از دیگه ضریب است، 4 از دیگه ضریب. خب ما میتونیم امیره بگیریم که 3 جمع 2 جمع 4، 3 و 2 5، 5 و 4 9. مجموع ضرایب از این میشه 9. اما حالتهایی می باشه که داخل قوس می باشه و توان می داشته باشه. پس برای حل از تو سوالا نمیتونیم، ما ضریب خودش نمیفهمیم که ضریب چی هسته. ضریب بر ما مشخص نیست، ما مجموعش پیدا کنیم. پس در این صورت یک طریقه بسیار ساده وجود داره. به خاطر که در این مورد تنها 3 باقی بانه، ما چی کار کرده میتونیم؟ باید عدد را پیدا کنیم که ضرب 3 شو پس خودش بده. کدام عددی خاصیت داره؟ معلوم درست یک مهم نیست به چند توان بالا میره. اگر اینجا 1000 هم باشه بازم یک میشه و پس ضرب 3 شو پس خودش میده. پس عوض هر مجهول ما یک میگذاریم. یک وقت گذاشتیم یک مربع یک، یک به توان هر عدد پس خودش یک میشه. یک ضرب در 3 3. در این مورد خب 3 ضرب در یک بیشتر موضوع با موضوع آشنا شین. خب 2 ضرب در یک مثبت 4. خب 3 ضرب در یک 3، 2 ضرب در یک 2، 3 و 2 5، 5 و 4 9. مجموع ضرایب از شد 9. اما گفتم حالتایی هست که اصلا ضریب نمیفهمیم. پس بریم همین طریقه رو در اوج عملی بسازیم. عین طریقه است، فقط عوض مجهولا ما یک میگذاریم. حالت داریم که x مثبت 4 به توان 1000 مثبت 2 ضرب در x مثبت 5. خب 1000 با مضرب. اگر خب این انکشاف بدیم x مثبت 4 به توان 1000 و صفحه ها پر میشه و شاید در اخیر شما خسته شین بگین خب نمیشه. امکان داره ولی بسیار سخت است. شاید یک 4-5 روزه بگیره تن رساندن از این سوال. در این صورت وقتی تمام از معادله رو پیدا کردین، باز هر کدام از روی یک بگذارین جمع کنین، بسیار وقت گیر میشه. راه آسان تر وجود داره. میتونین این معادله رو مجموع ضرایبش فقط در چند ثانیه حل کنین. خب چطور میکنیم؟ عوض مجهول یک میگذاریم. یک جمع 4 میشه 5. خب البته 5 به توان 1000 هم بازم یک عدد بسیار بزرگ میشه. میره بهتر است که یک عدد توان کوچکتر بگیریم تا موضوع رو بیشتر آشنا شین. ولی باز هم از اینکه یک ورقه مکمل حل کنین، میتونین 5 به توان 1000 در ماشین حساب برسانین، براتون جوابش رو جای جای میدین. مثلا یک عدد کوچکتر باشه 10، x مثبت 4 به توان 10 باز هم مشکل است. تقریبا به اندازه می تخته انکشافش میشه، در حالی که میتونیم مجموع ضرایبش در یک حرکت پیدا کنیم. خب یک جمع 4 همین یک عدد کوچکتر باشه خوبتر است، مثلا یک، که کار آسان تر شد. یک جمع یک 2، 2 به توان 10 1024 مثبت. یک جمع 5 6، 2 6 12. پس میتونیم بگیم که جواب از این سوال که است 1036. به راحتی تانستیم جواب از این سوال پیدا کنیم. مجموع ضرایبش 1036 میشه. حالا اگر امیر انکشاف میدادین برای و در کدامش یک میگذاشتین تا که 1036 رو به دست میاردین، بسیار زحمت کار داشت. اما در اینجا بسیار به راحتی تونستین حل کنید. فقط طریقش بازم یک بار میگیم به خاطر که آسان بفهمین با موضوع. عوض x یک میگذاریم. یک مثبت یک کل به توان 10 جمع 2 ضرب یک مثبت 5. خب میشه 2 به توان 10 مثبت 2 ضرب یک جمع 5 میشه 6.
2 به توان 10 را در ماشین حساب که بگذارین میشه 1024. ولی ما در درس های حساب در قسمت توان ها گفته بودم که چند توان مشهوره اگر حفظ داشته باشین بسیار براتون. مثلا در این موارد ما وقتی دیدم 2 به توان 10 1024 بدون کدام مشکل پیدایش کردم. میتونین به می قسم جواب مستقیم در ذهنتان داشته باشین، از ضیاع وقت جلوگیری میکنه. خب 2 به توان 10 در ذهن دارین. خب البته 2 تا 10 حساب کنین، 3 مجبور نیست تا 10 حفظ کنین، 3 تا 5 و 4 اینم تا 5. من در قسمت حساب امیاره گفتم عددهای مشهوره توانایش حفظ کنین تا مشکلتان حل شود. خب 2 به توان 10 1024 اگر نشد در ماشین حساب و 2 6 12 در جواب میشه مجموع ضرایب 1036. اگر سوال داشتین که x مثبت y کل به توان 5 مهم نیست، فقط عوض مجهول ها یک میزنیم. مهم نیست که 10 مجهول بود 100 مجهول بود، به عوض هر کدام از یا ما یک میزنیم چون ما ضریب کار داریم نه مجهوله. خب به عوض از یک میگذاریم 1 مثبت 1 کل به توان 5. خب 2 به توان 5 میشه 32. مجموع ضرایب مستقیم پیدا کردیم که 32. اگر این انکشاف میدادم یک حالت جنجالی x به توان 5 مثبت 5x به توان 4y نمیت انکشاف دادم میرفتیم تا که x صفر میشد و y دوباره 5 میشد. او را در قسمت مطابقت ها میخوانیم. بسیار اجرای جنجالی را پیش میبردیم و در اخیر یک میگذاشتیم یا همتن و ضریبا را میدیدیم 5 جمع 1 جمع هر عدد دیگه در اخیر 32 را حاصل میکنیم. اما نه، طریقه راحت تر هم است که فقط جای مجهول یک بگذارین و سوال حل کنید. این شد مجموعه ضرایب. در درس بعدی ما عملیات چهارگانه را که جمع تقسیم ضرب و تفریق است بالای پولینوم عملی می سازیم. بسیار درس مهم، اساسی و جالب خواهد.